لطفی لطیف. لطفی لطیف. ماجرای خرما. میگویند سعدی شیرازی برادری داشت که با کسب بقالی روز میگذرانید. اتفاقاً یک مقدار خرما که به طریق مالیانه از اهالی جمع کرده شده بود با امر سرداران حکومت به قیمت معین در بین بقالان تقسیم کرده شد. از آن جمله یک اندازه خرما سهم برادری سعدی شد. چون نرخی که برای خرما تعیین کرده بودند از نرخ موجوده بلندتر بود، بقالان از قبول آن ضرری کلان دیدند. برادر سعدی صورت حال را به او گفت. سعدی فوراً کاغذی برگرفت و این قطعه را خطاب به خواجه شمس الدین صاحب دیوان نوشت. ز احوال برادرم به تحقیق دانم که تو را خبر نباشد. خرمای بتر می دهندش، بختی بد از این بتر نباشد. اطفال برند و مرد درویش، خرما بخورند و زر نباشد. کز غایت فقر دایم او را، شلوار به پای در نباشد. وان که تو محصل فرستی، ترکی که از آن بتر نباشد. چندان بزنندش ای خداوند، کز خانه رهش بدر نباشد. خواجه صاحب دیوان از خواندن این رقعه خندان شد و خرماها را به بقالان بخشید و خود نزد شیخ رفته عذر خواست. دوستان همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید. همیشه خوشحال و خوشگوی و خوش‌طبع باشید.